چرا خیلی خوش انرژی. این ویدیو بهترین ما ویدیو الان قراره سال که باشه. از بانک به صورت مجانی وام بگیریم بدون پیش پرداخت. فقط پدر تو چون انسان شریفی بود تو بانک کار میکرد میتونه با فقط اینجا الان بانک بسته است. بانک بسته است. چرا بسته است؟ چون که الان ساعت 3 و 4. آفرین. اما امروز هم به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود اصلا. مدرسه هم نمی‌دونی. آفرین بانک بسته است. میریم غذا. ببین یه غذا میخوام بهت بدم رایگان، اصلا من متدمه. ببین اگه بعد این آقای شمالیه، تو باید شمالی باشه حرف بزنی، من با همین متد. الان کدوم باید بریم؟ راست چپیه یا راستیه؟ الان باید بریم تهیه یه بار با رضاینا اومدیم اینجا غذا زدیم، خیلی خوب بود. خیلی هم گرونه، یعنی اگه جنس مجانی ازش نمیده. اما فرنود رسیدیم جایی که مادرت اصلا به افتخار میکنه چون غذای کباب بناب. مادر من نه ما گیلان رو نمیریم الان. گیلان چون ممکنه زیاد اینجا گیلانی داره. اینجا ما بریم. آقا یا الله. سلام عمو خسته نباشی. آره پیدا باشه. خدا رو شکر. اصلا آقا اصلا هماهنگ نکردی با آره خدای هماهنگ. ولی فقط هماهنگ کردی که بیایم ویدیو بگیریم. آره گفتیم بیایم ویدیو میگیریم، نگفتیم چالشیه. آفرین. من چون اغلب گیلکی صحبت میکنم با قاسم، الان فارسی صحبت میکنم چون مخاطبا بعد مترجم بگیرم، گیلکی متوجه نشه. اون چی میگه اونجا؟ آقا برو بیرون، شما خواهشاً برو بیرون از نماز. من خیلی آدم لاشخوری هستم، من هنوز سن تابادم بیرون. اینجا هم گیلکی گفتم که متوجه نشه. آقا قاسم ما یه چالش داریم. چالش اینجوریه، میریم پیش هر مغازه‌داری میگیم که آقا ما اومدیم یه جنس مجانی بگیریم از هر چی میتونی شما بدیم. شما هر چی میتونی بدی. مثلا به کرم خودت. این ساتور هم میتونی بدی ما ببریم. بستگی به خودت داره. بعد میخوام ببینم این چالش تو چند تا مغازه در واقع بازخورد داره، در واقع به نتیجه میرسه. درسته. می‌خواستم ببینم الان چجوریه. الان شما در واقع با اما هر چی به ما بدی ما قبول میکنیم ازت. قبول میکنی که به ما یه چیز جنسی مجانی بده؟ معرفت همشهری، معرفت بچهای شهران. شهران بچهای شمال. شهران و شمال با هم. فقط شما. همون چی رایگان به ما میدی؟ به اختیار خودت. هر چی خودت. نه خودت. اصلا یه ظرف یه بار مصرف چی گفتم الان؟ گفت نوشیدنی یا غذا. باورم نمیشه که عمو این پیشنهاد ما داد. قبول کنیم یا نکنیم؟ نه میخوای قبول نکنیم. هر چی خودت دوست داری اصلا مهم نیستش برای ما. زیتون شما عالیه. آفرین، من عاشق زیتونم. اصلا عاشق زیتون از واسه. ببین معرفت بچه‌ها شما این اولین دشت ما زدیم. آفرین. بعدش میریم مغازه بغلی، شاید اون به ما کباب داد. کباب. ببین هر چی میخواد عمو رو بعد چیز کنم که به ما همه اینجا بیشتر از این دیگه بهت نمیدم. عزیز بندن همه مغازه دارا. عمو زیتون میدی به ما؟ دست. عمو فرنود 2 تا دادن. خدا رو شکر. باور نکردنیه. میخوام امتحان کنم اینا خود عمو درست کرده. ایرانی آجاس خیلی آقایی. تی کوچیکم پرچم شمال و بچهای شمال همه بردی بوجور. فقط معده ما خالیه. شاید هم پر میشه. بازار جام خالیه. ما تیک اولمون رو زدیم. میریم مغازه بعدی. آقا قاسم خیلی لطفو بودی. همکار کوچیکم اما لطفی که جان قرآن لطفی که بودی، اما هم در دنیا هم در اون دنیا واقعا فراموش شد. جان ببین تی کوچیکم هم تی برجه دور خیلی آقا چکلن شد دیگه، خیلی خوش گذشته بود. زیتون پروردهش خیلی بهت ساخت، سرفه‌های خشک میکنه. ببین هوا به شدت کثیفه، میگم بریم یه قهوه رایگان هم بگیریم بعد زیتون پرورده. آره ببین من فرنود تو رسما داریم لاشخوری میکنیم تو شهر. مفخور اصلا کاپشنو داری؟ ببین بغل اون یه کباب ترکی میخوام برم بگم عمو یه پر به من کباب ترکی بده. یه پر، فقط یه پر رایگان، هیچ چی دیگه نمیخوام. آفرین. اینقدر اندازه شرفی که منوچه مشرفی داره. بغل محل چیه؟ آقا کی نوبت ویدیو ما میشه؟ کی نوبت ویدیو؟ آره شما الان اینو بخور مفخور. آقا بریم قهوه فروشی همین الان سریع و تند. سلام آقا ما دوباره هستیم تو مغازه سیس نگاه حساب سیس. ببین تو بعد سیست حروم خور. الان حروم خور. آقا این چرا میاد تو؟ چون ویدیو چالشش اینه همش میاد تو دیگه. به ما چیز رایگان میشه بدی؟ اوه چیز رایگان. همه چی تو دوست دارم. این چیه جدید آوردید کنار باغلواست؟ من از اینا دوست دارم. آها داره خیلی خوش رول دوست داره، انتخابم میکنه جنس اون مردونه. آیتم مردونه. اوه با من بود. آره دیگه با تو بود. الان این مرد. آره دیگه من
من الان سکسیستی بود حرفت، مگه چه اشکالی داره؟ سکسیستی یعنی چی؟ الان میدونی که رادیو فوشه الان که میدونی تو توییتر امکان داره که اصلا توییت ببین اصلا مهم نیستش. نگفته بودم داد رایگان خواه تست کنم. بفرمایید سفارش شما شکلات بدم بهتون. عمو خدمت شما عمو به خدا تو رو قربان عمو حلوا خب چیه؟ رولت خرما. همون دینا راضی نشد. راضی نمیشه یعنی با این مفخوری هم راضی نمیشه. علنا داری تو وسط شهر داری مفخوری میکنی تو مغازه. آقا باقلوا ها نظرت چیه یه دونه بزنیم؟ این با باقلوا چون جفتشون شیرینه تو هم که چیزی مشکوک به اوتیسم جدیدن. با هاشم حبیبیان دارم بحث میکنم تو توییتر. یه ماگ هم ورداریم بریم. ماگ نه. اینجا فقط خوراکی میتونی برداری. ما اینجا قهوه فروشی بود اصلا ما قهوه میخوام. یه چیز میزنی بر من عزیزم؟ یه ماچا بزن ببین خیلی پر رو بدون سیروپ. چالش میدونی چیه؟ متوجه شدی اصلا؟ نه من اصلا اصلا چالش رو نفهمیدم. از قبلش با من هماهنگ نکرده بودم. واقعا هماهنگ نکردیم. یه جدی دارم میگم. مجانی بدی دست مشتری. مجانی بود. مشتری هم نه فقط ما. یعنی بقیه اومدنشون پول بگیر. ولی چون ما اومدیم حالا یه چالش ببینیم چقدر کاسبا مردمی ان. چقدر با یوتیوبرها کار میکنن. بعد از عزیزم من هر روز میام دبل میخورم. ببین این تست مغازه‌دارای این راست است. الان برای شما احتمالاً بریم کباب ترکی ببینید. آقا این عجب قیافه قشنگ داره. اصلا راضی نیستین مجانی بده چی میخوای بخوری؟ باید حساب کنی الان. چنده این؟ نه الان جدی میگم. الان فکر کنم مثلا یه چالش مردمیه. یه بنده خدا اومد اینجا غذا نداره بخوره. منوچهر مشرفی وارد میشه. این غذا نداره. من میشناسم شما؟ من کیم؟ بوگی. یعنی بوگی. منوچهر تو به نظرم به جای اینکه لقبت بوگی بود باید میذاشی بوگیر. این تیک دومم زدیم الان میریم کباب ترکی. تیک سوم بزنیم کل منطقه برامون دست میزنه. ما اومدیم کباب ترکی هم اینجا وایسادن اعتراض کردن گفتم پول ندادن به ما. آقا عزیز اومدم کباب ترکی. آقا برو بیرون. بیاید داخل. اومدن بگن از عمو عکس ما رو میچسبونن از پس. عمو سلام. سلام عمو. عمو جان خوبی شما؟ ما چالش مردمی داریم می‌کنیم. فرمون جان. چالش مردمیه که در واقع اینجوریه ما به آدم‌های که چیزن ما رایگان غذا میگیریم از مغازه‌دارا. رایگان غذا میگیری یا رایگان غذا میگیریم. ما میریم پیش هر کاسبی و این چالش جدیدی که در اروپا و یه سری کشورهای خارجی ترند شده. الان مثلا این دوستمون یه هفته است غذا نخورده. ما برای عمو شما مافیای هوا کوبیده تهرانی من شنیدم. اصلا کوبیده نمیزنم. اما اصلا مایل میشه یه تست به ما بدید؟ رایگان خدایا اینقدر خوشحاله همش داره عمو رو دستت میاد. چون داری سیر میشی با این کارا رو اینقدر کلا سیر نمیشی. اوه عالیه. از عمو تعریف تو نخور. عمو فنو آقا آدرس اینجا فلک اول شهران بعد از قهوه کوک کباب ترکی. اسمش چیه؟ کباب ترکی اینجا کباب ترکی ویژه زاپاتا. اگه از طرف ما بیاین 20% تخفیف هم میگیرین. بریستوس مخصوص همون اینم امضای کار. این رایگان گرفت. اینم اعلامیه چیز کباب ترکی گوش مرغ مخلوط ویژه 1 نفره 2 نفره. چرا سیس گادپوری گرفتی؟ داداش گادپوری اون موقعی که من تو اون شهر فوتبال بازی میکردم گادپوری بچه مدرسه‌ای بود. عزیز من نمیخوای تو امتحان کنی؟ نه بذار حسام بخوره. ما دیگه ما کارامونو کردیم غذامونو خوردیم بذار این بنده خدا بخورن سیر شن. آقا الان من یه چیزی بگم. بعد از اینجا میخوام بریم لوازم بهداشتی رایگان بگیریم. تو کثیفی؟ آره شامپو میخوام. کله من حسام نگاه کن این چقدر چربه. از عمو تشکر کنید. نیم کیلو روغن واسه این کباب ترکی میشه. کله منو حسام. کله تو که خیلی چربه واقعا. چون بچه‌ها من روغن گرفتن که ویدیو بگیریم. چقدر تقدیم کنیم؟ عمو دورت بگم چقدر تقدیم کنیم؟ قربونت برم عزت من. این همینجوری میره تو مغازه ها. همون این کارش اینه تو همین راسته میره همه مغازه ها مال مفت میخوره ولی دست درد نکنه. همون قربونت برم عشق منی. قربونت برم. تبلیغ گستردم کردم. تو الان 3 تا مهم اینه که تبلیغ کردیم. تو الان 3 تا موفقیت اومد. کاسبای مغازه قبلی هنوز اینجا وایسادن. آقا شده عمو. جونم عمو. داری جای بهروز وثوقی رو میگیری؟ چرا؟ فیلمش هست میره هر چیز میره. هم میره یه چیز آبکی میخوره. آره. حساب میره غذا میخوره. همون ایشون وینتیجیه. اسلامیزه شده. این پروژه و میخوایم که مستند سازه. دوباره برگردونیم به اوج. آفرین. سینمای بعد انقلاب. بابات بهروز وثوقی. یه کوتاه میخوام واسه یه دونه بود. عزیز منی عمو یه سوال دارم. به نظر شما منوچهر مشرفی چه شغلی میتونه داشته باشه تو کشور ایران؟
با این اسم. با توجه به اسم و فامیلش. من که نمیشناسمش خب ولی حالا اینجوری که شما میگی فکر میکنم کارگردان دلال منوچهر مشرفی هست. منوچهر مشرفی اینجا کارگردان. دلال شما رو به عنوان بازیگر تو پروژه بعدیم راه میدم. ایشون جای پدرش راه میدی؟ راه باید افتخار بدم. یعنی انقدر پیری هاتون رو بذار تاج سر همین که گفتی کارگردان. اما الان من 3 تا پروژه موفق داشتم. الان میخوام بریم لوازم بهداشتی رایگانم بگیریم. من نظر میتونیم پخش میشه کجا پخش این یوتیوب پخش میشه. میتونم ببینم آره فرنود سیدی با 2 تا او تختی یوتیوب. نه آقا این حرفان ایشون هم بوگیلن یه دونه کانال داره بوگیلن گیم میذاره توش ایشون. اما منوچهر بهترین یوتیوبر خودشه. چیزشو چی گفتی؟ منوچهر مشرفی هستم. نه یوتیوب برم تو چی گفته؟ سرچ کنیم بوگی تیوی، سرچ کنیم فرهاد سیدی، سرچ کنیم سام اسنو. خیلی داره سرچ کنیم پیکسی او دووم. خیلی داره پشت من یه جا اما برات رو کاغذ میخوام یه کاغذ خودکار بیار واسط بنویسم. چرا بزن ببین آقا به عموی ویور جدید یه نفر میخواد ما رو ساب کنه نمیذاری تو. عمو برو کاغذ خودکار بیار. من آندرریتد ایرانم. اصلا کسی که آندرریتد باشه واقعی نمیگه آندرریتد ایران. آندرریتد باش ولی آندر ایج نباش. قربونت داشتم. میشه اول منو بنویسی؟ چشم. من مادرم خب صدا داشت برای خوندن که دلکش باید میومد میرفت دلکش نبونه. تو دوران دلکش اون موقع بله. مطابق با بزرگ من چون تو مسجد خادم مسجد بود یکی از دوستاش همین ژاله اولو نمیدونم میشناسین یا نه. بله. بلش دیگه دد داره میشه. این یکی از دوستای مامان من بود. حتی عکسش هم توی آلبوم مامان من هستن. این میخواست مامان منو ببره توی ایستگاه رادیو. اون موقع هم تلویزیون نیومده. با بزرگم نذاشت. یعنی اگر اون موقع با بزرگم گذاشته بود شاید به خاطر مادرمونم که شده بود ما الان تو صدا سیما یه جا اما اصلا کلا همش پارتی بازی شده. این حقشونه بزن ایشون مادر ایشونم. آقا مادر ایشونم میخواد. مادر ایشونم خواننده است واقعا. ایشون کلا خانواده هنرمندی دارن. به خدا خیلی واقعا خانواده فرهنگی. گفتم مادر منم صداش اینه دلکش. خدا رحمت کنه. خدا همه رفتگان همه اسیران خاک رو بیامرزه. عمو جان قربون صحبت من بعد فدات بشم. قربون عمو خسته نباش. با اجازه هم. بس اینو سرچ می‌کنم حتما می‌بینم. عزیزی لطف داری. بچه‌ها اومدیم برای مردمی ترین کاسبای شهر هست. عمو رو من خیلی دوستش دارم. چند بار عطر از عمو گرفتم. چند بار؟ 3-4 بار عمو رو دیدم. راست میگه؟ عمو واقعیت رو بگو بهشون. آدم آشناست. آشناست. ببین عمو با من تو یه لیگ بازی میکنه. گفت ازش خریدم. عمو میشه برامون بگی جنسا رو؟ گودگرل. الیور توییز. بلندتر شد. خاطرش شایدن خیلی وایرال شده الیور. اما اینا اصله. نشانی اصل. از اصلم بهتره. من میخوام کلید اونتوس رو بگیم. عمو چنده این؟ 200 من تعداد میخوای نه یه دونه میخوام. خیلی خوبه فرد اصلا رایگان نمیخوام به عمو بزنم. ما این 200 بودم. من اینو از شما 300 میخرم. درود به شرف. به قرآن مجید این همه اگه دوربین روشن نبود 300 میخرید. به جون مادرم میخرید. 300 داری حالا تو کارتت؟ آها میخریدم پس 300 داری. اما شماره کارت داری شما؟ من کارت خریدم. میشه امتحان کنیم اینو؟ سیدی خیلی ما خیلی ترکونیم تو یوتیوب. خیلی ترکوندیم. نه این که من از شما میخرید. باشه. بفرمایید سیدی برات باشه. شو بیاید آن باکس. رو جنس کارت من تو جیب دارم. عمو 200 کشید. حلال. علی آقا پرسپولیس و تراکتور. تراکتور. بابای من 49 54. اینو بگیریم بزنیم به عمو سام امروز تو استودیو. ببین بد ترند این عطر. خداحافظم. ببین ما 4 تا رایگان 3 تا رایگان. یعنی برای تو که رایگانه. برای تو رایگانه. نه برای تو رایگانه عشقم. من کارت میکشم واسه. بسه. به تو میرسه به حس. این همه زدی بو نداره چرا؟ سلام بچه‌ها شده؟ به داش حساب میرسه. بابا نزن مگه حشره کش اینجوری داری میزنی نگردار پروژه دیوانه‌وار چیزی شد بزنین به زیر او هندونه میده عالی. دست درد. اصلا خیلی معلومه اصله. عالی شیشه. اصلا چیز آبالبالی سنیچ ریخته تو انگار. با یه چیزی که حالا باش. حالا چرا ما رو داری اینجوری نگاه می‌کنی؟ آقا به تو چی میگی؟ آفیش مهدی پسر. بریم. پس بریم سراغ نوبت ما. بریم. سلام عرض میکنم خدمت همه بچه‌های گل. نوبت غذا مفتی ما بزن حرف بزن. یه مشکلی که گروه اینسپشن داره اینه که اجازه حرف زدن به هم دیگه نمیدیم. خب آقا من آش میخوام. من
منی که با لباس میلان اومدم کف شهرام، من آش میخوام خانم پیکسی. الان خب نوبت ما شد و من خجالت میکشم برام بگم. ولی من خجالت نمیکشم. من استراب اجتماعی حکم تیر داره واسه من. ندارم. بریم. اجتناب اجتماعی. من تصمیم گرفتم اینجا چون خانومای خیلی مهربون و سلام خانم. سلام. خسته نباشید. اما اینکه خیلی خوشحالیم که اومدیم در خدمت شما. اصلا غذای خونگی خیلی بو خیلی این روزا که همه چی مدرن و پیتزا و فست فود و کلی چیزای بد شده، غذای خونگی که حرف اولو میزنه. واقعا غذای خونگی یه چیز من دیگه که ذات تو رو میشناسم، الان میخوای چی بگی؟ خانم من واقعیت میگم، ما چالش داریم تو این ویدیو یوتیوب که کل ایران شاید داره ما نگاه میکنه و امروز چالشمون اینه که درخواست غذای رایگان بکنیم. از این همه تنوع غذایی شما حاضرین کدوم غذا رو به ما رایگان؟ شاید هیچ کدوم. مثلا یک کاسه آش. دوست من حاضره مثلا یه پرس لوبیا پلو. و اینم جدا از ویدیو بگم که بعد اینکه ویدیو رو گرفتیم حساب. چرا زیر؟ آخه من یه نگاهی دیدم که چرا دروغ میگی؟ خب باشه. حالا به نظر شما ما میتونیم از شما درخواست یک کاسه آش رایگان کنیم؟ با جواب من وای باورم نمیشه. بچه‌ها حتما بیاین اینجا آدرسش اولین باره شهرام بین فلکه اول و دوم آشکده سه سار رو ساب کنید و بچه‌ها واقعا آش خیلی دلم میخواد. شما میگیلانی هم داره؟ نه دیگه بعدش با پول بدید. نه دیگه یه کاسه آش رایگان. آش میخوای بخوری؟ ببین یه کاسه آش ما خیلی از اون یه لیوان کباب ترکی شما ارزشش بیشتره. ما قطعا حرفه‌ای. قطعا آش اینجا خیلی ما یه لیوان اون کباب ترکی دادن. لیوان توی لیوان ریختن. توی لیوان یه بار مزه چیز داغ اونجا توی لیوان یه بار مصرف. بله فقط الان سرطان در کمینته. خیلی ممنون، سپاسگزاریم. مرسی. خانمای خیلی مهربونی ام. من واقعا دلمو اینجا اگر اینجا برم بیرون دلم اینجا جا میمونه. من با بابا و مامانم میام. بابا مامان الان تهرانم، تو این چند روز مهمون منم. بیارشون. اصلا شما رشتو دیگه نزن. سرتو که بالا. نه این ورش یه ذره مونده، این ور ولی خب ببینم. نه ببین یه سوال هدف گذاشته بودی واسه ریشه؟ خیلی آدم بی هدفیه. من با یکی از یوتیوبرهای مطرح کشور رفتم اوپال غذای مونده مردمو خوردم. هنوزم این کارو این ویدیو رو من میخوام بگیرم. هنوزم اینی که گفتی تهران دارن میگیرن. یوتیوبر مطرح جامعه. منوشه اگر یه دونه ترشی رایگانم بگیری 300,000 تومان بده. من بگیرم میدی. من بگیرم 500 تومان میدی. من چرا الان گفتم من اگه بگیرم 500 تومان. بچا به عنوان غذای خونگی قیمتام خیلی مناسبه. خوش آمد. به خدا آره. حتما دیدم جای دیگه. یه دقیقه بگیریم ور. الان ما تیم نیستیم. دیگه اومدن تو قاطی تلاش شدن. نمی‌کنی. بری بیرون. وای. ممنون از شما. مرسی. وای این حجم از آش با پیاز داغ و نعنا و کش واقعا اینو نگاه کن یعنی این دهیشون کباب ترک دست نمیزنی این نون هم رایگان دست نمیزنی نون هم رایگان شده دست نمیزنی بده من اینو بیا مرسی هم تیمی منو نگاه کن ببین به این آش دست بزنی دستت میشکنه فقط باقالی که نداره توش باقالی تو آش تو آمل باقالی میریزم من حساسیت داشتم نه دست نزن واقعا الان سماق داره سماق داره میریزه بریز خوشمزه میشه من باورم یه دقیقه وایسا میشه یه ویدیو تبلیغاتی ازش بگیری مثلا این بار این کجا اون کباب ترکیه که تو لیوان بود ما باید برنده شیم این یک کاسه هم شده و به خدا اونو بریزی پریسا خانم خیلی فاصله داره با من یک قاشق من اصلا نباید بخوری چرا؟ چون خانم هم گروهته باید چرا زنون مردونش میکنه؟ هستش اصلا همچین چیزی لیدیز فرست ولی من سکند منم باید بخورم خود دور از ببین نخودش اینه باقلوا نرمه قاشق دهنی تو زدی این تو همش مال خودت دهن همه یوتیوبرها تمیز این کارت واقعا مرسی کارت بی‌نزاکت واقعا خوشمزه است واقعا خوشمزه آش لالی فرمود الان من یه سوال دارم مگه قسمت ما نبود نه من چرا ایشون اینجا چیکار میشه مگه الان قسمت ما نبود مگه من نگفتم بیاید اینجا آش بگیریم بعد چرا شما دارید حاجی من یه قاشق خوردم آشی که الان اینجا مطمئنم داره حساب میخوره از اون کباب ترکیه خیلی خوشمزه تره چی؟ 100% پس ما قراره برنده شیم
داشتیم. بله چون الان این آش 100 هیچ اون کبابه رو میزنه. کباب ترکی لیوانیه. ما آیتم بهتری سفارش دادیم. دقیقاً حتی جای بهتری اومدیم. همه بردن دیگه ادامه چالشو نگید. من حمله میکنه ببین چقدر خوبه که حتی تیم حریفم داره حمله میکنه. نمیخوام. خانم ببخشید. میشه یه دونه آش دیگه بدید. ما یه آش دیگه بدید به جز چالش. میشه یه گوسا. منو بگید. دارم ولی میخوام بدینو بگم که من مثل برادر رو نداشتم دوستت ندارم چون واقعیت اینه که دروغ به تو نمیگم داداش برادر نداشتم. من واقعا بیفته گوشه بمیری من شاید کمکت نکنم. آفرین با من رو راست باش من همین رفیقو دوست دارم. نه برای شوخی کردم بیا گوشه بمیری کمکت میکنم. بچرخونش اینجوری اون بریش کن اینجوری اینا اینجوری بالاتر کارگر داشتم بهت میگفتم ببین اینو بخور الان برادرمی چه کنارم باشی چه 100 قدمی. با این غذاش خوشگله بورانی بگیریم بورانی وای واقعا ممنونم. مرسی ممنون. من یه چیزی میتونم بزنم پیازداغ. میتونم یه کاسه داشته باشم خالی که بریزم تو بقیه‌شو شما بخورید. دهن این منو چرا فرهنگ اسم اینا همه فرهنگ شد. دعوتت میکنم به چالش رایگان از سوپرمارکت. مرسی ممنونم. بچه‌ها آش غذا یا پیش غذا؟ همه قاشق‌ها رو دو تا آدم 4 تا قاشق کسب کردن. نگاه کن. الان من دوباره روم نمیشه بگم قاشق نمیشه قاشق بگی. ویدیو این پریسا رو به خواسته‌اش رسوند. چرا؟ واقعا آشش خوشمزه است. جدی واقعا فکر نمی‌کنم. چیه؟ وای واقعا آدم کثیفی هستی. کثافت، حمایت، نجاست. این شلوار دیروز امشب غذا خوردن دخترها غذا خوردن چه غلطی داری میکنی؟ من همیشه تلکه شدم برای غذا. ببین به زیر زبونم میگن مزهش زیر دندونم اومد. چی میگن اونجوری. بعد دوست دارم مجانی همش غذا بخورم. نمیشه دم در بده بیا تو. بیا این تو. سلام درود. سلام. خیلی یهو اومدم تو تا حالا تو زندگی من کارای یهو سلام. خسته نباشی. ما اشکال نداره بگیریم اینجا خیلی مشتری بودیم همیشه. من می‌خواستم مثلا قبل اینکه این حرفو بزنی یه چیزی بگم. من چای دلم میخواد. سلام. چای داری؟ یه چای دپش رایگان میشه. بله. قشنگ درخواست علنی تو وسط شهر دیگه. یعنی اگه آقای کاسه به ما راه نمیومد باید ما رو مینداختن بیرون. دپش باشه رایگان هم باش. ایشونو بندازید بیرون از من. ایشونو میشه بندازید. نه هم تیمیمه. آقا من بعد چای بخورم. اینجا هیچ کسی بیرونه. بیرگانان داشت بیرگانان دادم. من اگه الان چای نخورم حالم بده. من چای میخوام. حالم بده. دو تا چای. چرا دو تا؟ 4 تا بله. چرا نرخ آقا عمو با ما داره راه میاد چرا عدد جدی حالم بده چای میخوام. واقعا میگم. چای. الان اگه چای نخورم واقعا میرم تو اون باغچه بالا میرم. میرم. واقعا ما مردم خوبی داریم. چرا الان چای نخورم بشوره ببره میتونم راحت بالا بیارم. حکومت همه جا هست. ایران واقعا از مردم آمریکا خارج چی میگی؟ خیلی بهتره. چای میخوام. چای میخوری؟ حکومت همه جا اگه تو خارج درخواست چای میکردی تو خودت بفهمی تو توییتر فوش دادی. آدما انسانن و همه با هم مهربونن. هر جای دنیا. من قهوه میخوام. اینجا قهوه ندارم. این مردم دارن من نگاه میکنم. اصلا برام مهم نیست. استراب اجتماعی برای 2 سال پیشه. استراب اجتماعی شوخیاش دیگه تموم شده. منقضی شده. بریم ادامه ویدیو. اوه چایمون اومد. چایمون فقط خامه‌ایه. ماست کوزه‌ای بدبخت. وای چقدر خوشگله. واقعا آیتمایی که ما داریم میگیریم از مال ما این؟ مرسی. آیتمایی که ما داریم نشست داشخورو ببین. Give me my tea. واقعا خدا خیرت بده. دوربین کجا رفت؟ چه جدی حالت دعوا گرفتم. چرا؟ این واقعا دارم میگم. قبلشو تو خوردی؟ پای سیب اون نون پنیره واقعا یهو الان اومد بهش فکر نکن وای فکر کن جیب بالا میاد همینجوری که حسام رفتی کاستومه اتومبیل که از آقای خلیلی که اصله که اورجیناله رفتم میذاری زدم که حسام چون دچار استفراغ شده بود وای منم حالت هوا قضیه مفت دیدین ثواب نداره یعنی حالت هوا میگیری میگم ببین 2 دفعه الان ادای
اوقو درارم وان دفعه سوم آوردم بالا. آره چرا؟ نکن چای ریخ نبات اینقدر گنده بود، چای اینقدر کوچیک بود. اصلا برگشت آقا. جدی حالت دعوا داری؟ دشه آره، برای دروغ کانتنت. میگه. اونا دروغگوان اکثر یوتیوبرها. الان دچار استارو اجتماعی شو؟ هری ساخن. خیلی حالم خوب شد واقعا. چای شفاه. مجانی غذا خورد. ببین فلسفه چای کوچیک جدی حالم خوب شد. جدی همین بالا خوردی. باور کن. تو برادر داری؟ بله من دست برادر تو رو می‌بوسم. مرسی. اگه این لیوان میشه رومیز انگار که 50000 تومان آبجو بود مثلا. من میگم بس. تا حالا تو اولین چای مجانی بود که تو زندگیم خوردم. چای مادر همیشه مجانی. دست مادراتون رو چای مادر، شیر مادر، نان پدر، پدر اینا رو هیچ وقت تو زندگی فراموش نمی‌کنم. و دست رفیق. دست رفیق هر موقع اومد رو صورته بستنی نخوریم. پریسا خوشش میاد. ما برنامه یه چیز بگم ریل بشه. چی؟ ما الان داریم غذای مجانی میخوریم اینا، ولی عشق مجانی رو مادر میده. الحمدلله ریله رو بزن. آقا گفت جان. آقا اسمش بی‌حمدالله است. گفت بله. هنوز سیدی. بابا نباید برگرد. ببین